سلام، من آیلا رزاقی هستم. به متن باز خوش اومدین. بالاخره بعد از سالهای انتظار نسخه جدید بازی پرنس آف پرژیا یا همون شاهزاده پارس وارد بازار شد. اما این نسخه یک ویژگی منحصر به فرد برای ما فارسی زبان‌ها داره و اون چیه؟ اینکه این بازی از زبان فارسی پشتیبانی میکنه و شما میتونید این بازی رو با دوبله فارسی و زیرنویس فارسی انجام. توی این ویدیو میخوام به UX رایتینگ بازی شاهزاده پارسی بپردازم و کمی هم درباره لوکالیزیشن یا همون بومی سازی باهاتون صحبت کنم. با من همراه باشید. خیلی ساله که منتظر این بازی بودم و واقعا هیجان دارم براش. چند دقیقه کوتاه گیم پلی میکنیم در حدی که یه سری متن‌ها و دستورالعمل‌ها رو ببینیم و بعد دوباره برمیگردیم روی منو صحبت میکنیم چون خیلی حرف داره برای گفتن. خب قسمت شیرین language selection و میخوایم اینجا زبان شیرین فارسی رو انتخاب کنیم. فکر میکنم این اولین بار در تاریخ بشریته که میتونیم زبان فارسی رو انتخاب کنیم. البته بازی دارک سایدر هم زیرنویس فارسی داره اما اصلا زیرنویس جذابی نیست و خیلی مورد انتقاد قرار گرفته. یکم راجع به اینجا صحبت کنیم. به محض اینکه زبان فارسی رو انتخاب کردیم همه چیز فارسی شد و این خیلی جذابه. چیا داریم اینجا؟ یه تایتل داریم، انتخاب زبان، یه دکمه مسیریابی، دکمه بعدی و یه متن داریم که نوشته زبان ترجیحی خودت رو برای متن تنظیم کن. این جمله رو که خوندم یه حسی پیدا کردم که واقعا امیدوارم حسم اشتباه باشه. احساس میکنم که ترجمه این بازی خیلی دقیق نیست چون یک فارسی زبان، کسی که زبان مادریش فارسیه نمیگه زبان ترجیحی رو تنظیم کن، میگه زبان رو انتخاب کن. و همینجا یه نکته‌ای به ذهنم رسید که خیلی خوبه بحث لوکالیزیشن و بومی سازی رو با هم باز کنیم. بومی سازی یعنی چی؟ یعنی شما یک محصولی، یک نوشته، یک چیزی رو از یک فرهنگی بگیری و بخوای اون رو برای یک فرهنگ دیگه بهینه بکنی، برای یک منطقه دیگه بهینه بکنی. مثلا این بازی برای انگلیسی زبان‌ها ساخته شده در اصل و حالا میخوایم اینو برای فارسی زبان‌ها بهینه بکنیم. خب چه شاخصهایی رو باید رعایت کنیم؟ یکیش طراحیه، یکیش ترجمه است، المان‌های فرهنگی، همه اینها باید بهینه بشه برای کاربر فارسی زبان. نکته اصلی اینه که کاربر فارسی زبان متن رو راستچین میخونه اما اینجا منویی که ما میبینیم چپچینه و تایتل رفته سمت چپ قرار گرفته و این نکته جالبی نیست. معیار بعدی که ترجمه، میبینیم که ترجمه دقیقی اتفاق نیفتاده و خیلی امیدوارم که حسم اشتباه باشه. میریم مرحله بعد، کالیبراسیون. خب کالیبراسیون کلمه فارسی نیست و خیلی بهتر بود که وقتی حالا شما زحمت کشیدید و این بازی رو فارسی کردید یه معادل فارسی اینجا میذاشتید. یه نکته‌ای که وجود داره خیلی خوبه که این نکته رو همینجا بگم. خیلی از UX رایترها همیشه اینجوری به ماجرا نگاه میکنن که خب من الان یه کلمه انگلیسی دارم، باید اینو به فارسی برگردونم که برای کاربرم واضح باشه. خب برم بگردم ساعتهای مدید بشینم فکر بکنم و جستجو بکنم که معادل کالیبراسیون چیه. معادل کالیبراسیون میدونید چیه؟ واسنجی، که اصلا فکر نمی‌کنم براتون آشنا بوده باشه. اما شما بیاید از یه زاویه دیگه به ماجرا رو نگاه کنید و اصلا صورت مسئله رو تغییر بدید. شاید صورت مسئله ما اینجا اصلا تغییر کالیبراسیون نیست. چرا؟ چون کالیبراسیون تایتل این صفحه است. شما بیاید محتوای این صفحه رو نگاه کنید، ببینید چی توش نوشته. نوشته نوار میزان روشنایی رو تنظیم کن. یعنی این صفحه درباره تنظیم روشناییه و شما میتونید خیلی راحت اینو توی تایتل بذارید تنظیم روشنایی. چرا؟ چون چیز دیگه اینجا وجود نداره. کالیبراسیون یعنی اندازه‌گیری دقیق، تعیین دقیق اندازه. اما خب ما اینجا چیز دیگه ای به جز نور نداریم، پس میتونیم همینو توی تایتل هم بذاریم. متنش چی میگه؟ میگه نوار میزان روشنایی رو تا جایی که هر دو تصویر یکسان به نظر برسن تنظیم کن.
اینجا یه اتفاقی افتاده، 2 تا جمله رفتن تو دل هم و یکم ماجرا رو پیچیده کرده. داره میگه این کار رو تا اونجایی که اون اتفاق بیفته ادامه بده، در صورتی که میتونه اینا رو از هم جدا کنه، بگه نوار رو تا جایی تنظیم کن که هر دو تصویر یکسان به نظر برسن، یعنی 2 تا گزینه رو از دل هم بکشه بیرون، بذاره کنار هم دیگه. میریم مرحله بعد. بخش دسترسی رو داریم، زیرنویس ها، و یه بخش هم داریم پس زمینه زیرنویس ها که خب بهتر بود اینجا نیم فاصله میزد برای پس زمینه، برای خوانایی بیشتر. میریم مرحله بعدی، شروع بازی، گزینه ها، اخبار و 2 تا گزینه دیگه. من شروع بازی رو میزنم. خب حالت های بازی، اینجا شما میتونید مود بازی رو انتخاب بکنید. 2 تا مود به هم داده، هدایت شده و جستجو. یکیشو برای نمونه با هم میخونیم. توی مود جستجو میگه با حداقل اطلاعات از نقشه جهان رو بگرد. این حالت رو برای اینکه خودت مسیر جهان رو کشف کنی انتخاب کن. یه کمی توضیحات به نظرم به فارسی سخت ارائه شده، یعنی یه فارسی زبان انقدر پیچیده صحبت نمیکنه، جمله بندی نمیکنه. مثلا داره میگه این حالت رو برای اینکه خودت مسیر جهان رو کشف کنی انتخاب کنی. میتونه خیلی راحت اینجوری تبدیل بشه که این حالت رو انتخاب کن تا خودت مسیر جهان رو کشف کنی، یا با انتخاب این حالت خودت مسیر جهان رو کشف کن. میتونه خیلی ساده تر باشه. یه جمله هم این پایین داره، میگه میتونی حالا هر زمانی که خواستی مود رو عوض بکنی. اون انتهای جمله برام خیلی سواله. نوشته بعد به حالت هدایت شده بری ویرگول و یا برعکس. خب این از نظر نگارشی 100% ایراد داره. البته من خیلی نمیخوام وارد نکات نگارشی بشم، ولی خب اینجا ویرگول داریم و بعدش و اومده و اصلا ترکیب و به اضافه یا اشتباهه. یکی از این 2 تا رو باید استفاده بکنیم. خب ادامه میدیم. اینجا سختی مبارزه رو تعیین میکنیم، یعنی تعیین میکنیم که چقدر سخت یا آسون بازی رو پیش ببریم. چند تا سطح داره: تازه‌وارد، جنگجو، قهرمان، جاویدان و تنظیمات دستی. ببینیم توضیحاتش چی میگه. یک تجربه مبارزه متعادل با مقداری چالش تو مسیرت. یک تجربه مبارزه فکر نمی‌کنم ترکیب درستی باشه، اینجا میتونه بگه تجربه مبارزه، و باز این هم یکی از اون سیگنال هایی که بهم میگه ترجمه این بازی خیلی دقیق نیست. به هر حال من جنگجو رو انتخاب میکنم. خب میخوایم بریم وارد بازی بشیم و خیلی هیجان انگیزه برام. من البته گیمر حرفه‌ای نیستم، اما خب خیلی وقتی که منتظر این بازی بودم و وقتی هم که شنیدم با زبان فارسی داره میاد اصلا 3 دهه بدون باران سپری شده. ای جان، دشت‌های حاصلخیز پارس دیگر همانند کویر نمکین لوط نابارور شده بودند. چند تیر از تخت جمشید پرتاب شد. سرزمین پارس توسط کوشانیان، جنگجویان خونخوار شرقی، مورد حمله قرار گرفته بود. عزیزم، جنگجویان پارسی به هر قیمتی که بود از سرزمینشان دفاع کردند. چه گرافیک جذابی. مقاومت کرد، ولی نیروهایش یکی پس از دیگری بر زمین افتادند. آناهیتا آخرین جنگجویانش را به زمین نبرد خواند. پیروزی برای یوویشکا سردار کوشانی امری قطعی بود. تا اینکه تاریخ مسیری متفاوت در پیش گرفت. 7 جنگجوی گارد جاویدان بهترین مبارزان سرزمین بودند. چقدر صحنه‌های سینماتیکش جذابه. یکی انگار از داری آنها فیلم می‌بینی. قرار بود شگفتی ساز شود. این کاراکتر اصلیه که باش بازی میکنین، اسمش هم سارگونه، من توی تریلرش دیدم.
جاویدان به پیش. به پیش. ای چرا نمیری به پیش؟ آناهیتا آها. نگران من نباش، مشکلی برام پیش نمیاد. تخت جمشید رو نجات بده، برای همین آموزشت دادم. میرم به سربازای زخمیم کمک کنم. چقدر جذاب با هم مکالمه بیا میکنن. بریم سارگون. چشم. اون غروب قرمز پس زمینه که داره فضای جنگ رو تصویر سازی میکنه واقعا جذابه. خب چی گفته؟ برای پرش دکمه ضربدر رو فشار بده. این اینستراکشن ها و دستورالعمل ها برای آدمایی مثل من که سخت یاد میگیرن خیلی مفیده. برای پرش بلندتر دکمه ضربدر رو نگه دار. برای سر خوردن دکمه L و R2 رو فشار بده. من بودم برای سر خوردن ضربه میذاشتم که راحت‌تر خونده بشه، برای دسترس پذیری بیشتر. وای چقدر قشنگ سر میخوره، نگاه. برید کنار، میخوام سر بخورم. بمیر. تو چرا نمردی؟ برای پرش از توی سکو دکمه ضربدر رو فشار بده. اوفی. مرسی صدا. این شبیه کریتوس توی گاداواره، مخصوصا با این تتوهایی که روی تنش داره. برای دویدن بعد از یک سر خوردن دکمه آرتور رو در حین حرکت نگه دار. ترجمه ها خیلی مکانیکیه. در حین ما نمیگیم حین حرکت. بعدم یک سر خوردن. باید اون کماندار کوشانی رو شکست بدی. بس خارج بمان. ای چرا اونا پریدن پس من موندم؟ چه متن طولانی. حملات بی‌پروا چشم زرد با خودشون موقعیت بخصوصی رو به همراه میاره. باز یکی دیگه از اون دلایلی که میگم ترجمهش دقیق نیست. با خودشون به همراه میارن، با خودش به همراه میاره. و بعد اینکه اصلا چرا اینقدر کلمه رنگی ما توی متن داریم؟ ما خیلی جاها یه کلمه رو بولد میکنیم یا رنگش رو تغییر میدیم، برجسته‌اش میکنیم که توجه کاربر رو جلب بکنیم به اون کلمه، یعنی اون کی پوینت و کی مسیج ماست. ولی اینجا چند تا چیز رنگی با دو تا رنگ متفاوت زرد و نارنجی داریم و این بیشتر به هم ریختگی متنی به نظر میرسه. و اینکه میگه برای اجرای یک ضد حمله انتقامی یک دفع حمله اجرا کن. ضد حمله و دفع حمله دو تا مفهوم متفاوتن به نظرم و اینجا وقتی توی متن کنار هم قرار میگیره ممکنه یک گیمر تازه کار رو به اشتباه بندازه. اوی بمیر. آی بودو این دماغم میخوره. سردارشون نباید خیلی دور باشه. بذار من حلش کنم. اینو بگیر، ممکنه لازمت بشه. چیو؟ وسیله جدید به دست اومد، معجون شفا بخش. یه نکته که همینجا باید بگم فونت این بازیه که واقعا خیلی روی اعصاب منه. البته کسی که تخصص تایپ فیس داره بهتر میتونه نظر بده، اما من به عنوان یک کاربر این فونت خیلی روی اعصابمه. نمیدونم به خاطر کرو بودنشه یا به خاطر وزنشه، یه چیزی منو آزار میده که امیدوارم شما به هم بگید چیه که منو آزار میده. ولی اگه شما فونت انگلیسیشو ببینید عشق میکنید، خیلی تمیز و حرفه‌ایه. نمیدونم چرا فارسیش حس بدی به من میده. برای نوشیدن معجون دکمه اینو خب انرژیزامونم خوردیم. بریم ادامه بازی. آی
چی بود؟ ای داده نمیتونی اصلا مخفی بشی. یویشکا کجایی؟ از یک حمله شارژ شده استفاده کن. دکمه مربع رو نگه دار تا در رو بشکنی. خب من الان این متنا رو میذارم کنار هم و شما دقت بکنید که یه جا اون عبارت اصلی، یعنی نگه داشتن دکمه، اینو گذاشته توی پرانتز، یه جا دیگه یه کلمه کلیدی رو گذاشته توی پرانتز. این باعث به هم ریختگی متنی میشه. چرا؟ چون یه کاربر وقتی داره این جملات رو میخونه سعی میکنه یه الگوی خوانش پیدا کنه. همه که نمیشینن متن رو تا ته بخونن، چشمش عادت میکنه، با خودش میگه یه بار که ببینه شما دستورالعمل رو توی پرانتز گذاشتی، اون جمله اصلی و هدف جمله، دیگه از به بعد میگه آها پس باید فقط پرانتزا رو نگاه بکنم و ناخودآگاه فقط چشمش عبارت رو توی پرانتز رو میبینه. مخصوصا توی این تجربه‌ای که از این بازی داره. یه مفهومی ما داریم به اسم immersive experience. یعنی چی؟ یعنی شما یه فعالیتی انقدر براتون جذابه و انقدر به شما هیجان میده و انقدر رضایت درونی شما رو بالا میبره که شما دیگه درکی از دنیای واقعی ندارین، غرق میشین توی اون تجربه. این immersive experience اصلا قانون اصلی طراحی بازیه. یعنی بازی طراحی میشه که کاربر رو به سمت اون حس ببره. وقتی شما چنین نکاتی رو رعایت نکنی توی متنت و یه بار، دو بار، سه بار که کاربرت بشینه متن رو بخونه و با خودش تحلیل کنی که اصلا یعنی چی و الان باید چیکار کنم، کاربر رو از اون immersive experience داری جدا میکنی و بهش اجازه نمیدی که غوطه‌ور بشه توی این تجربه‌ای که داره. برای همینه که این متن خیلی مهمه. ممکنه از نظر شما بی‌معنا به نظر برسه، که یه گیمر حرفه‌ای که میدونه چه دکمه‌ای رو بزنه، اما همه مثل هم از یک محصول، یک بازی، یک وبسایت استفاده نمی‌کنن. افراد نیازهای متفاوتی دارن. ممکنه یکی خوانش پریشی داشته باشه، ممکنه یه فردی سخت یاد بگیره. به هر حال اینا نکاتیه که به نظرم خیلی مهمه که رعایت بشه. ایدون آی این یوویشکاست بکنم. اوی مرد. چطور شباری؟ زندگیت همینجا تموم غلط کردی، اما میکشم. خب من تازه بلدم سر بخورم. آی خدایا توی تلاش اول من این یوویشکا رو شکست دادم. منو شرمنده فالوورام نکن. فعلا تا اینجا هیچی بلد نیستم جز سر خوردم. آی اوی آخ یوویشکا برمیرده. مرگ به سراغت اومده. بمیر. خیلی جذاب بود تا اینجا. سیمرغ توانا، محافظ پارس، مدت هاست که ترکمان گفته. اگر دشمنان ما بخواهند سوء استفاده کنند به زودی خواهند فهمید. یه نکته ای الان دیدم اینجا زیرنویس داشت میگفت از موقعیت سوء استفاده کنن و ملکه گفت سوء استفاده کنن. حالا تفاوت خیلی
زیادی نداره، اما این نکته خیلی مهمه که نسخه صوتی و نسخه متنی نباید با هم متفاوت باشن. چرا؟ برای دسترس پذیری بیشتر. یعنی جوری ما دیزاین بکنیم و متن‌ها رو بذاریم که اون گیمر ناشنوایی که داره بازی میکنه هم بتونه همون تجربه و همون لذتی رو داشته باشه که سایر گیمرها دارن. چی میشه ته جمله؟ هم سایر گیمرها دارن اون لذت رو تجربه میکنن. و یه چیز دیگه، من استوپو زدم، اینجا نوشته توقف بازی. 2 تا گزینه بهم داده، ادامه بازی که مشخصه و پرش. پرش منظورش اسکیپه، اما اینجا به نظر من مفهوم نیست و ممکنه خیلیا ندونن که پرش یعنی اسکیپ و بزنن روش و کلا این تیکر رو اسکیپ کنن و رد کنن. و با توجه به اینکه ما پرش هم توی بازی داریم و هی داره تکرار میشه، پرش بلند، پرش کوتاه، فکر میکنم بهتر بود اینجا یه واژه دیگه استفاده میکردن. به هر حال جنگجویان این سرزمین عامل نابودیشان خواهند شد. کدوم وری برم حاجی؟ بهت افتخار میکنم سارگان. من یوویشکا رو شکست دادم. ما تخت جمشید رو نجات دادیم. واقعا؟ هزاران سرباز تو میدان نبرد مردن و دیگه آذوقه نداریم. این آناهیتای نچسب به نظرم میرسه. به همچین موقعیتی میگی پیروزی؟ من اجازه دادم غرورم به جام فکر کنه. یه جنگجو در سفرش همیشه جای پیشرفت داره. وقتی دیگه چیزی تو مسیر باقی نمیمونه، یه جنگجو براش سوال میشه. انتهای شمشیر من چیه؟ من میدونم انتهای شمشیر من چیه؟ یکی از نکات بسیار مهم در لوکالیزیشن و بومی سازی اینه که ما اون متنی که از زبان مبدأ داریم میگیریم مفهومش رو حفظ بکنیم و پیام رو به درستی منتقل بکنیم. این جمله در زبان انگلیسی فکر می‌کنم اینه که What's at the end of my blade و معناش اینه که ترجمهش اگه بکنی میشه اون سر شمشیرم چیه، خب ولی معناش اینه که من با کی طرفم، دوسته یا دشمن فردی که جلوی من قرار داره. و خب این مفهوم اصلا اینجا منتقل نشده، در صورتی که ما ضرب‌المثل‌های بسیار زیبا و شیرینی در زبان فارسی داریم که میتونه این مفهوم رو منتقل کنه. لوکالیزیشن و بومی سازی به معنای ترجمه کلمه به کلمه نیست، جا ترجمه کلمه به کلمه اتفاق افتاده، در صورتی باید مفهوم رو میگرفتی و مفهوم رو به زبان فارسی منتقل میکردی. همینجا به نظرم کافی بود و بریم یکم توی منوهاش بگردیم. چی داریم اینجا؟ اینجا یه منو داریم که چند تا تب داره، عملیات ها، هر کدوم یه سری نکات کلی راجبش میخوام بگم. میرم توی بخش شخصیت. خب یه سلامتی دارم، لوازم، توضیحاتی هم راجب شمشیر داده، 2 تا گزینه اون پایین دارم، پوسته ها، بازگشت. همشون مشخصن، فقط پوسته ها برام جالبه که بدونم چیه. منظور از پوسته لباس این شخصیت بود، اما خب چیزی که من تو ذهنم بود پوسته معمولا اون فضای کلیه. مثلا شما وارد پنلت میشی توی یه سایتی، میگه بیا پوستت رو عوض کن، پوستت رو میزنی پوسته زرد، یه دفعه کل پنلت زرد میشه. فکر میکنم که اینجا میتونست نامگذاری شفافتری برای اون لیبل داشته باشه. و یه نکته دیگه این که این لباس جنگجوی درون لباس اصلی شاهزاده پارسیه که از نسخه‌های قبلی آوردنش و خب خیلی نوستالژیه. خب میرم توی بخش دستگاه که میبینید تنظیمات دستگاه رو دارم انجام میدم. 1-2 تا موردش رو با هم بررسی میکنیم. میریم توی گزینه ها ببینیم چی داره. کمک برای پلتفرمینگ. باز پلتفرمینگ یه کلمه‌ایه که خیلی دسترس پذیری بالایی نداره و ممکنه خیلی‌ها اصلا متوجهش نشن. به نظرم میتونست کلمه بهتری براش انتخاب بکنه. حالا باید بشیم فکر بکنیم ببینیم که چه کلمه‌ای میتونه باشه. دیگه چی داره؟ تعاملات قابل مشاهده. خب این فکر میکنم منظورش همون اینتراکتیو هاست، یعنی بخش هایی که شما میتونید باهاش تعامل بکنی. اما خب تعاملات ما خیلی بهش نمیگیم، در زبان فارسی نمیگیم تعاملات. باز حداقل حتی اگر مینوشت تعاملی واضح‌تر بود به نظرم.
دیگه چی داره؟ هدایت شده. خب این هدایت شده اگه یادتون باشه ابتدای بازی ما مود بازی رو انتخاب کردیم و این حالت هدایت شده است، یعنی حالت بازیه. اما اینجا هیچی ننوشته که منظور حالت بازیه که هدایت شده است و به نظرم میتونست بهتر باشه. اما یه نکته خیلی خیلی عجیبی اینجا میبینم، اون پایین اگر دقت کنید زده بازنشانی گزینه ها تاگل بازگشت. تاگل واقعا خیلی عجیبه اینجا. خب تاگل که میدونید همون کلیدیه که شما میکشید اینور اونور و روشن خاموش میشه و اسم جدیدترش هم سویچه. اما اینکه اینجا دقیقاً چه حرکتی، میدونم چی کار میکنه، اما خب یه کاربر فارسی زبان از کجا بدونه تاگل یعنی چی؟ مجبور میشه به نشانه های بصری رجوع بکنه و بگه خب ضرب در یعنی اینجا من اینو بزنم، با آزمون و خطا بفهمه که چه اتفاقی اینجا میفته. خب میام توی بخش دسترسی یا همون دسترس پذیری. دسترس پذیری یا اکسسیبیلیتی یکی از مهمترین بخش‌های هر بازیه. دسترس پذیری یعنی چی؟ به زبان ساده یعنی ما محصولمون رو طوری طراحی بکنیم که برای همه افراد کاربرد داشته باشه و کاربرد پذیر باشه. حالا این همه افراد کیا هستن؟ افرادی که از روش‌های مختلفی با محصولمون ارتباط برقرار میکنن. یک فردی ممکنه ناشنوا باشه، یک فردی ممکنه کوررنگی داشته باشه، یک فردی ممکنه یک طیفی از اوتیسم رو داشته باشه و صداهای ناگهانی یا نورهای شدید اذیتش بکنه و آزارش بده. ما باید طوری محصولمون رو طراحی بکنیم که تمام این افراد بتونن تجربه لذت بخشی از محصولمون داشته باشن. بریم توی بخش دسترسی ببینیم چی داره. از این بالا شروع میکنه. سطح ارتعاش. سطح ارتعاش اصلا نمیدونم یعنی چی. وقتی داری با دسته بازی میکنی سطح ارتعاش رو تنظیم کن. سطح ارتعاش چی؟ وقتی کم و زیادش میکنم متوجه میشم منظور لرزش دسته است و ما توی زبان فارسی تو مکالمات روزمره نمیگیم دسته ارتعاش داره یا رعشه گرفته، میگیم دسته داره میلرزه. این کلمه ای بود که وقتی میگیم بومی سازی یعنی این لرزش و ارتعاش جفتشون یه معنا رو میدن. اما بومی سازی یعنی که شما ببینی کاربر اون زبان مد نظرت از چه کلمه‌ای برای چه مفهومی استفاده میکنه. متنش که میگه وقتی داری با دسته بازی میکنی سطح ارتعاش رو تنظیم کن. ببینید در UX رایتینگ هر متن باید یک کی مسیج داشته باشه، یعنی یه نکته‌ای رو، یه پیامی رو به کاربر القا بکنه. اصلا رسالتش همینه. ولی اینجا هیچی نگفته سطح ارتعاش چی رو تنظیم بکنم. دقیقاً اون نکته اصلی رو جا انداخته توی این متن. خب کمک برای پلتفرمینگ. باز پلتفرمینگ اینجا کلمه‌ای که یک فارسی زبان ممکنه ندونه این کلمه رو، هرچند که اسم سبک بازیه، اما خب میتونیم از یک لیبل شفافتر استفاده بکنیم. رهایی خودکار اصلا نمیدونم یعنی چی. تعاملات قابل مشاهده. تعاملات منظورش فکر میکنم اینتراکتیو هاست و جاهایی که شما میتونید تعامل بکنید تو بازی، اما ما نمیگیم تعاملات. حتی اگه کلمه تعاملی رو بذاری باز خیلی واضح تره به نظرم. اشیاء رنگی. این بخش هم برای افرادیه که مشکلاتی مثل کوررنگی یا کمبینایی و یک سری مشکلات اینچنینی دارن و این حالت بهشون کمک میکنه که بهتر ببینن. اما خب اینجا هیچ توضیحی نداده که میتونی اینجوری بهتر ببینی یا برای یک سری مثلا ناتوانی های خاص. حالا شاید هم سیاست اینه که اصلا اینو مطرح نکنی و به ناتوانی اشاره نکنی، ولی به نظرم باز میتونه خیلی واضح‌تر این رو بیان بکنه. مثلا اشیاء رنگی یعنی چی؟ تو کل بازی ما کلی شی داریم که اینا رنگی هن. پس نکتهش این نیست، اسمش اشیاء رنگی نیست به نظرم. برای من که خیلی جذاب بود. اگر برای شما هم جذاب بود حتما برید این بازی رو انجام بدید. اما اگر بخوام یه جمع‌بندی از تحلیل هام داشته باشم میتونم اینطور بگم که خیلی خوشحالم که بالاخره یه بازی به زبان فارسی هم ارائه شد، مخصوصا بازی که اصلا توی تایتل و عنوانش کلمه پرژیا رو داره و تا حالا زبان فارسی نداشته. تیم دوبله خیلی کارش رو حرفه‌ای و خفن انجام داد. صداها، لحن‌ها واقعا فوق‌العاده بودن. بچه‌های توی خود ایرانن که خیلی کارشون درست بود و دمشون گرم. اما متن‌هایی که توی بازی استفاده شده بود به نظرم اصلا در سطح جهانی نبود و بیشتر شبیه یک
بزک دوزک سطحی بود که بگم آقا زیرنویس فارسی هم ما داریم یا منوی فارسی هم داریم. منوها و اینستراکشن ها، دستورالعمل ها بیشتر به جای اینکه کاربر رو راهنمایی بکنن گمراهش میکردن. مصاحبه یه تیم دوبله رو خوندم و میدونم که تیم ترجمه کاملا جدای از تیم دوبله، فکر میکنم مثلا توی یک کشور دیگه ای انجام شده. خیلی دوست دارم بازی بعدی که دوبله و زیرنویس میشه بازی اساسین باشه و امیدوارم که واقعا این ایرادها رو نداشته باشه. مرسی که با هم اومدید، امیدوارم لذت برده باشید. تو ویدیو بعدی میبینمتون.